بعد حمله به منزل زیستی سرپرست مقام وزیر مدافع افغانستان در شهر کابل، طالبان هشدار دادند که حمله ها بالای منصبداران افغان بیشتر خواهند شد. سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد روز 4 اوگوست گفت که حمله به منزل سرپرست مقام وزیر مدافع افغانستان بسم الله خان محمدی جواب به حلقه ها و رهبران حکومت افغانستان می باشد که در گوشه های مختلف کشور فرمان بمباران و حمله ها را صادر می کنند. وزارت امور داخلی افغانستان گفت که در نتیجه حمله به منزل زیست بسم الله خان محمدی 8 فرد ملکی به هلاکت رسیده، 20 تن دیگر مجروح شدند. او افزود همه سلاح به دستانی که به منزل محمدی وارد شده بودند به قتل رسیدند. از بچه مامان مسیم موتورش شبکه 85 دقیقه 18 دقیقه بود انتحاری شد. ما آمدیم همینجا سعی کردیم که اجازه نمیداد. بسیار وضعیت خراب بود تا ساعت 12:30 بجه شب خودش ماند. 12 بجه 12:30 بجه از امرجنسی تبدیل انتقالش دادن خودش فعلا خوب است. حمله در کابل زمان به وقوع پیوسته است که طالبان به 3 مرکز ولایت شهرهای قندهار، هرات و لشکرگاه حمله گسترده راه اندازی کردند. شام چهارشنبه بعد ترکیش یک ماشین سرشار از مواد ترکنده در منطقه سبز کابل، مردم زیادی در پایتخت افغانستان و بعضی شهرهای دیگر این کشور به نشان پشتیبانی از حکومت کشور راهپیمایی‌ها برپا نمودند. الله اکبر را که طالب و تروریسم به خاطر انفجار و انتحار و وحشت و دهشت بلند میکنند. واقعیت الله اکبر آن نیست. واقعیت الله اکبر صلح است، برادری است، اخوت است. روز 4 اوگوست سازمان ملل متحد اظهار نمود که در برخوردهای اخیر شمار زیادی افغانهای آسایشته جراحت برداشتند و شفاخانه‌ها از افراد زخمی پر شدند. در شهر واشنگتن مشاور امنیت ملی پاکستان موعید یوسف گفت که حکومت افغانستان باید جستجوی حل نظامی نزاع را کنار گذاشته وابسته به وضع واقعی به سازش آماده باشد.